آنگاه او دهان خود را گشاده آنها را تعلیم داد و گفت: خوشا مسکینان روح، زیرا که ملکوت آسمان از آن آنهاست. خوشا ماتم زدگان، زیرا که آنها تسلی خواهند یافت. خوشا حلیمان، زیرا که آنها وارث زمین خواهند شد. خوشا گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا که آنها سیر خواهند شد. خوشا رحیمان، زیرا که آنها رحم خواهند یافت. خوشا پاک دلان، زیرا که آنها خدا را خواهند دید. خوشا صلحجویان، زیرا که آنها فرزندان خدا خوانده خواهند شد. خوشا تعقیب شدگان در راه عدالت، زیرا که ملکوت آسمان از آن آنهاست. خوشا شما وقتی که شما را به خاطر من دشنام دهند و تعقیب نمایند و بر ناحق هر نوع غیبت کنند. شاد و خوشحال باشید، چون که مکافات شما در آسمان بزرگ است. زیرا که انبیای پیش از شما را نیز همین طور تعقیب می کردند. شما نمک جهان هستید، لیکن اگر نمک قوتش را گم کند، به کدام چیز باز نمکین شود؟ دیگر هیچ کار نمی آید جز آن که به بیرون پرتافته شود و پایمال مردم گردد. شما نور جهان هستید. شهری که بر فراز کوه واقع است نمی تواند از نظر پنهان شود. شمع را نیز در گرانده نه در زیر ظرفی، بلکه بر شمعدان می گذارند و آنگاه به همه کسانی که در خانه‌اند روشنایی می دهد. همچنین بگذار نور شما به مردم بتابد، تا که اعمال نیک شما را دیده به پدر شما که در آسمان است حمد و ثنا خوانند. گمان نکنید که برای ویران کردن تورات یا صحف انبیا آمدم. نه آمدم که ویران کنم، بلکه بجا آورم. زیرا که براستی به شما میگویم تا آسمان و زمین فنا نشود، هیچ یک حرفی و یا نقطه از تورات به فنا نخواهد رفت تا دمی که همش اجرا شود. پس هر کی یکی از این احکام خردترین را ویران کند و به مردم چنین تعلیم دهد، و در ملکوت آسمان خردترین شمرده خواهد شد. ولی هر کی به عمل آورد و تعلیم دهد، و در ملکوت آسمان بزرگ خوانده خواهد شد.